یارم دلبرا دوست دارم تو را باور کن مرا قلبم پر زند تا تو عشق دنیا تو سرخوشم با تو جانبک عزیز نخست سال نوتان مبارک باشد. تازه ترین خبر این اخیراً با بزرگ ارائه شدن آهنگی سگانه شما است با نام تاجیک و فارس. میتونید کمتر معلومات بدید که این چگونه آهنگ ایجاد شد و ایده که بود که این سگانه خوانده شود؟ البته ایده من بود. من میخواستم که ما یک جای با امروی صدردین یک آهنگ تیار کنیم برای که صدردین شعر یک هنرمندی بهترین است و در این روز فخر ملت است که بیرون از تاجیکستان معرفی میکنه. تاجیکستان رو دوست می‌دارم، همچنین پدرم هم دوست می‌دارد صنعت صدردین رو، لیکن انتخاب شعر از طرف پدرم بود. چرا خواستید محض در همین مضمون آهنگ بخونید؟ اساسی راست دیگه برای دوستی این سه هموطنان ما که ما فارس زبان هستیم باید همیشه دوستی و برادری رو گم نکنیم. جانبک امسال یک جهت فرق کننده شما هم از دیگر آوازخوان‌ها این بود که شما یک آهنگ خوانده در وصف پسر بچه سوریگی هستند که فافتیدند و خیلی یک جهان را تکان دادند. این آهنگ چگونه ایجاد شد؟ این آهنگ وقتی که همون در همه خبرها اعلام عکساش برآمده بود، راستیگه بسیار یک چیزی دهشتناک بود و من دو روز پی هم رو در خوابم دیدم، نمیدونم برای چی، و وقتی بیدار شدم پی غمگین همین جنگ و عکس همون هم که خوابو بعد گفتم شاید من یک سرود آهنگ تیار کنم که مثلا خیلی که در سالهای کودکی هم من 5 ساله 6 ساله بودم وقتی جنگ شروع شد ما از دوشنبه گریزه شدیم، ما هم این گریزگی و این سرسانی رو در یاد دارم، مثلا آوازی تیر و طوفان و گریزگی و از این دولت به این دولت سفر و خیلی سرسان میکنن مردم. برای همین گفتم که یک چیزی شود که برای خلق همون روزها رو به یاد بیارن و ناشکری نکنن و شکری همین صلح و وحدت و شکری چی میگن صاحب استقلالی وطن رو میکنن. در سینه و در نگاه من خنجری کیست، خاکی سری به پناه من کشوری کیست، بازیچه کودکی من بیشکسته وای، خونی دلی به گناهی من بر سری کیست، بر سری کیست. امسال یک حادثه دیگر نیز بود که این هم مثلا همچون فردی ممنوع ورود بودید شما در روسیه، با شما اجازه ورود نداده بودن. این سببش در چی بود و تا کجا حل شد این قضیه و تا کجا تاثیر رساند در ایجاد شما؟ وقتی که خبرها در تمام جا برآمدن، حتی در روسیه تقریبا در 24 کانال تلویزیون ها در تمام گازیت ها و سایت ها برآمدن، در مابین یک هفته این پرابلم رو حل کردن. گویم هم سفیری روسیه در تاجیکستان، هم چی میگن کلانی فمیز و اونها کار رو زود حل کردند و امروز ها من زیاد به مسکو سفر میکنم و تمامی سفرهای خارجی هم از طرف مسکو. بله. از سرود هم در مسکو، در شهر مسکو من ثبت کردم که کمپوزیتوری که من با همکاری میکنم رویل گلیامیدینوف بسیار کمپوزیتوری بهترین است. با او یک سرود بسیار خوب تیار کردیم که من الان شب و روز گوش میکنم. میخوام امسال یک آلبوم پورا با زبان روسی برارم و زیادتر میخوام در روسیه دولت روسیه کار کنم و میخوام
اونجا زیادتر معرفی کنم تاجیکستان رو. چرا شما میخواید که به بازار روسیه وارد شوید؟ چه چیزی هست که شما رو جلب میکنه در این بازار؟ راستی گپ اولش خیلی کی نباشد نزدیک است به ما روسیه و امروزها زیاد تاجیک‌ها و زیاد همزبانان در روسیه هستند. خیلی که امریکا و اروپا رو زیاد دیدیم، اکنون میخوام در روسیه زیادتر کار کنم و به بازار اونها برایم، برای که یک روز از بازار تاجیکستان الان هیچ کی ورود نشده است. ما باید این چیز رو یکم شروع کرده، باید تاجیکستان رو خوب معرفی کنیم که اونا بفهمن که ما چه صنعتی بوی و تاریخی بوی داریم. تلاش شما در حالی است که طول چند سال اخیر مثلا روسیه با بحران روبروست، بحران مالی و امسال عمیق‌تر می شود و مهاجران تاجیک هم دارن برمیگردن به تاجیکستان. نگوید بحران خیلی از یک طرف بحرانی است، از دیگر طرف در بحرانی اونجا هم کورسش وای شده ارزان با اگر با دلار روی اگر تو برد میکنی. برای همین این هم طرفی خوبیش هم دارد برای ما، هم بدیش هم دارد. البته نمی هراسید به هر حال. خیلی چیزی شد. Зала золотыми туманами, синими океанами, ветер унеси долгожданные песни